чем лучше образованная жена, будет работать в семейном доме, все, деньги будут. Помогать материальному. Конечно, да. Так, а у вас самого жена образованная? У меня была жена образованная. Я сейчас холостой. Нету жены. همسری خوندگی بهتر یا توی خونشین؟ خونشین نیست. خونشین لیکن معلومات عالی داشته باشد یا نداشته باشد؟ داشته باشه خونه بشینه. اکنون چی برتری دارد همسری خوندگی از نخونده؟ کودکان اکثر میگم. خب رحمت کلان روزی با چی سبب چی برتری در دارد؟ زندگی یادن میکنن. گفت همیشه دیگر خون میشه. خب خوندگی. با چی سبب؟ خیلی خوندگی ناز این است که میفهمه شما رو درست میکنه. خوندگی بود درست. بخیده ما همسری خوندگی بود. برای چی شما چی برتری دارد؟ کن با شرایط حاضر زمان همسری خوندگی بود. برای که خیلی میفهمنده از زندگی هم. وقتی که ما خوندگی بهتره که تربیت فرزند بر دوشی میگره بعد ممکن که در زندگی را نرخت درک کنه و هر یک شخصی در زندگی را همون حق میزد قوتش کردن دانش خود که برکشیده وابسته به همون بعد همون در زندگی رفتار کنه اکو نخونده هم وابسته به اونه که هر خیلی نخونده آده خیلیش در زندگی تربیه خوب دیده گیه مثال شرایط خونده نداره مثال پدر و مادرش تربیه درست داده گیه یا خیلیش مثال تربیه درست ندیده است اکو این یک چیزی هست که ایره یا طرف شباد یا طرف شنه گفتن ما درسته با فکر من همین تربیه خوب دیده باشه خونده اکو خوندگی تربیه خوب نبینه و هیچی نداشته باشد عقل دونی شود فهمی شود نسبت به نخونده زیادتر است نه که دخترای نخونده ای که تربیه خوب دیدگی هستن باید هم بهتر زن خوندگی باشد بهتری یا نخونده؟ главное آدمی ناز باشه مهم نیست که معلومات عالی دارد یا نه؟ مهم نیست همسر خوندگی برتری دارد خیلی فکرانیش در زندگی با کمتر устойчивитар мефаҳмад чӣ гапа чӣ хабар ана нахондаш бисёрш камтар беҳанговтарам чен хонда عقیده شما؟ به عقیده من حتما خوندگی چون که در تجربه روزگار دیدم همسر خودم خوندگیه 4 تا کلین دارم 2 تاش خوندگیه 2 تاش نخوندگی همش انسانای خوبن لیکن خوندگی نسبت نخونده خیلی افضلیت داره خیلی فرقیت داره زندگی باشه بهتر است و چه سبب؟ زندگی اگر بگیم در وقتی شخص که تحصیل نمونده که باشه یا نجاح مونده که باشه در پیشرفت و کامل زندگی از اون بگیم سرخم نمیکنه و با موفقیت بگیم روی زندگی خود و اگر ادامت نمیکنه با شوهرش و اینکه گرفهمی بین شوهر از هم بهترین کار است. البته خوندگی بهتر چی سبب بده؟ سبب‌های زندگی مثلا در اوله میشود که مردم چی مبلغ گرفته نمیتونه زنش رو تامین کرده نمیتونه از همون سبب خوندگی بهتر که یکدیگر فهمی میشه فرزندو خوب میشه زندگی پیش میبره فرزندو با تربیه میشه اوله سولی عقیده من نخونده برای که من آموزگار بودم 40 سال من تجربه هست که نخونده زن همه فرزندان صاحب معلومات عالی این یک از زنهای بهترین دوباره است نخونده 38 تمام کرده یعنی که زنی خوندگی یکم برتری ندارد به خودش با فکر من امروز من دیده شدم که زنی خوندگی فراسایش نسبت به نخونده خیلی پستر است من خوندگی گفته چنان محمدانه با مردم چنان زبان مرد کنده میپرتاید که همه زن همه زندگی امر از زندگی هم بداره همه زن هم اگه یک سوال شخصی که همسر شما خوندگی یا نه؟ نخونده همه سوی معلومات بچه های من همه درجه عالی همش ملی عالی من قهرمان مادر یک از زنهای بهترین محله تمام مردم احترامش میکنند چی باشه خوندگی چی برای چی بهتر می‌خوندگی؟ وقتی که بهتر خوندگی بشه
کنار خواندگی خوبه وقتی مثلا بسیار میفهمن دیگری از زندگی میتونن فهمن مشکلات دیگری روز اگر که نخونده گیری نمیفهمن مثلا روز اگر که مردکی نخونده گیری درباره سر و لباس دختر بسیار میگن مثلا میشه خشتمانی که میگن که دختر خواندگی خوب نیست و یا جهت فکر میکنن که دختر خواندگی این زباندار رو زایده فکر میکنم مرد خواندگی هم وقت میفهمن در کدام سطح مشکلی که باشه دستگیری کردن میتونن و میتونیم با فرزنده خوب با آیه رسانن سری خواندگیش بهتر جهان بینیش بسیار بعد دکسی میفهمن بعد چی بیم حاضر که این سطوبه درسوی ایلوگی درسوی پاس کردش اون بهتر اما اونجا یاد میگرد با دامدوری یاد میگرد معلمه چی که بعد مطمئن بیان بگرد خواهی شاور دارد خیلی مطمئن میگرد معلومات سوشل بهتره شما همسرتون معلومات دارن معلومات چون تا فرزند ندارد وقت خواندگی بهتره چی برتری دارد همسر خواندگی؟ های مثال میفهمم داره مثال سوال داشتی خواندگی چی برتری دارد؟ برای که کودک‌ها تربیتش نقص میشه وقتشان با سواد اویلا با سواد میشه پیشروی نقص میشه همسر خواندگی بهتره همسر خواندگی مقصد یا سواد خوب داره مگه اولنده فرزندش همه کنه که یا چیزی دیگر هم اوضاع بیرسونه